یکی از جملاتی که این روزا زیاد میشنوم اینه چت جی پی تی هم زیاد اشتباه میکنه. جالبه بدونید که مثل تمام ابزارهای فیزیکی، مکانیکی که ما روزانه داریم از اونها استفاده میکنیم، مثل خودرو که نیاز به گرفتن گواهینامه داره، یا حتی یه ماشین ظرفشویی که نیاز به آموزش داره تا بتونه اون کار رو که ما میخوایم برامون انجام بده، کار کردن با ابزاری مثل هوش مصنوعی های مختلف هم نیاز به آموزش داره که اگر ما آموزش نبینیم نمیتونیم اون کاربردی که میخوایم ازش بگیریم. پس برای استفاده از ابزار هوش مصنوعی، مخصوصا این روزها چت جی پی تی، نیاز به تهیه نسخه پولی اون نیست تا اینکه اون جوابی رو که میخوایم بهتون بده. اول اینکه باید بدونین چی میخواین، دوم اینکه باید بدونین که این ابزار چطور کار میکنه، سوم اینکه اگه الان پاتون رو به دنیای شگفت انگیز هوش مصنوعی نذارید، قطعا بعداً یا دیر میشه یا اینکه خیلی پشیمون میشین. پس من تصمیم گرفتم یک کارگاهی رو برگزار بکنم که جزئیاتش رو به زودی باتون به اشتراک میگذارم تا توی یک محیط خیلی صمیمی و یک در واقع دور همی ساده شما شایستگی کار کردن با این ابزار رو به دست بیارید و توی هر حرفه‌ای که دارید 10 به 1 جلو باشید.